شیرینی نارگیلی به سبک قنادی ها. عزیزان، من قبلا شیرینی نارگیلی رو به صورت سنتی و ریز روی کانال گذاشتم که خیلی خوب در میاد و طرز تهیه خیلی خوبیه و لینک اونو براتون میذارم. حالا این شیرینی به سبک قنادی رو بررسی میکنیم. ظاهرش خیلی عالی. وقتی که اونو لمس میکنین احساس خشکیشو باید داشته باشین و اینجوری باید حتما صدا بده، یعنی باید بیرون اون خشک و داخل اون مثل این پفکی و نرم باشه تا یک شیرینی خیلی عالی و خوب داشته باشین. مطمئن باشین با این طرز تهیه و با این موادی که من بهتون میدم بهترین شیرینی نارگیلی رو خواهید داشت. مواد لازم: پودر نارگیل 2 پیمانه، 150 گرم، شکر 1 و 1 چهارم پیمانه، 270 گرم، سفیده تخم مرغ 1 دوم پیمانه، 120 گرم معادل 4 سفیده متوسط، روغن مایع 100 میلی لیتر 1 دوم پیمانه، منهای 1 قاشق غذاخوری، آب لیمو 1 قاشق چایخوری، وانیل مقداری و پسته برای تزیین. پودر نارگیل رو توی ظرفی میریزم. شکر رو به اون اضافه میکنم. همینطور سفیده تخم مرغ. 4 سفیده تخم مرغ متوسط اون مقداریه که ما لازم داریم. 1 قاشق غذاخوری آرد برنج اضافه میکنم. اگر نداشتین ایرادی نداره، نمیخواد اضافه کنین. 1 دوم پیمانه روغن مایع اضافه میکنم. البته 1 قاشق از اونو بر میدارم که مقداری که میخوایم بشه، یعنی چیزی حدود 100 میل میشه. بعد تمام اینها رو با هم میزنم. میتونین توی غذاساز بریزین، توی مخلوط کن بریزین، حتی میتونین با دست هم بزنین، با همزن دستی. با لیسک اونها رو جمع میکنم. یه مقداری منسجم بشه و بعد اونو روی قابلمه‌ای که گذاشتم آبش جوش اومده میذارم. روی بخار آب به طریق بنماری حدود 10 دقیقه طول میکشه تا این شیرینیمون آماده بشه برای مرحله بعدی. من توی قابلمه ریختم به خاطر اینی که میخواستم ابتدا روی حرارت مستقیم بذارم، روی حرارت کاملا کم مستقیم، اما چون بعضی از دوستان مبتدی هستن گفتم رو بخار آب بذارم که یه وقت سفیده تخم مرغ نبنده و شیرینی خراب نشه. زمانی که احساس کردین گرم شده اما دست نباید بسوزه، اونو از روی حرارت برمیدارین. رو بخار آب 10 دقیقه کافیه، اما اگر روی حرارت مستقیم کاملا کم خواستین بذارین حدود 4-5 دقیقه کافیه. قبل از برداشتن از روی بخار آب یا حرارت وانیل و آب لیمو رو اضافه کنین. باز دوباره یه مقداری با لیسک اونا رو جمع میکنم تا منسجم بشن و بعد اونها رو توی قیف میریزم. غیر از اینکه با قیف بخوایم اونا رو توی سینی فر قیف بزنیم، یه مدل دیگه هم بهتون میگم که اگر قیف در دسترستون نبود بدونین چیکار کنین. حدود 2 سانت از سر قیف رو قیچی میکنم و بعد شیرینی رو روی سینی سیلیکونی فر قیف میزنم. میتونین به جای این سینی سیلیکونی از کاغذ روغنی هم استفاده کنین. بعد با چرب کردن انگشتم روی شیرینی ها رو صاف
و مسطح می کنم. به این شکل تمام شیرینی ها صاف و مسطح میشن و بعد اونو توی فری که از قبل گرم کردم با 150 درجه سانتیگراد برای 15 تا 20 دقیقه میذارم تا بپزه و اینجوری آماده بشه، یه مقداری رنگ روش طلایی بشه. برای سینی دوم من از یه قاشق غذاخوری اندازه‌گیری استفاده میکنم. از هر وسیله‌ای که خواستین میتونین استفاده کنین با سایزی که مورد دلخواهتونه، اما این یک سایز اندازه و خوبه. ببینین قاشق رو چرب کردم، از مایه شیرینی توی اون به صورت فشرده میریزم، کاملا فشرده باشه و بعد با یه تکون دادن اون شیرینی از قالب در میاد و اونو توی سینی فر میذارم. بعد میتونین به این شکل با همون قاشق یا وسیله دیگه‌ای روی اون رو صاف کنین. سعی کنین شیرینی هاتون یک اندازه در بیاد. من نیم سانت گذاشتم قطر شیرینی هامو، چون یه مقداری هم خودش پف میکنه. میتونین به این شکل با دستتونم روی اونو مسطح کنین. با دست هم راحت میشه. و بعد روی این سینی رو یه مقداری پودر پسته برای تزیینش میریزم. میتونین از خلال پسته، خلال بادوم، مغز گردو، فندق یا هر مغز دیگه‌ای که دوست داشتین روی شیرینی هاتون استفاده کنین، یا اینکه مثل سینی اولی که من پختم اصلاً هیچ مغزی رو استفاده نکنین. بعد این سینی رو هم توی فر برای 15 الی 20 دقیقه میذارم تا بپزه و آماده بشه. میگم 15 الی 20 دقیقه به خاطر اینی که حرارت فرها با هم متفاوته و هر زمان که روی شیرینی هاتون طلایی شد میتونین اونها رو بردارین و کاملا پخته است. یه شیرینی نارگیلی خوش رنگ و خوب به سبک قنادی ها. این شیرینی غیر از اینی که خیلی خوشمزه و خوبه، قطر خیلی خوبی هم داره، خیلی هم خوب پخته شده و همینطور که میبینین پشت اون هم رنگ قشنگی داره. دوستان عزیز، اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک، کامنت و اشتراک گذاری فراموش نشه. متشکرم. خدا نگهدار همه شما.